چند مسئله در جهان اسلام هست که خیلی تلخ است حقیقتا. هرچه انسان چشم میاندازد نشانه های تلخی و نابسامانی را مشاهده می کند. مع الاسف مسلمان ها البته می توانند علاج کنند اگر اقدام بکنند. یکی همین مسائل مربوط به بوسنی و هرزگوین است. این قضایا تمام نشده است. گمان نکنند مسئولین و مردم که ما یک اقدامی کردیم برای بوسنی و هرزگوین تکلیف از دوش ما برداشته شد. نه آقا، تا اونجایی که میتوانیم، هرچه میتوانیم باید از اونها پشتیبانی کنیم. منظورم پشتیبانی مالی و پولی و جنسی نیست، اگرچه اون هم ممکنه به یک نحوی لازم باشد. پشتیبانی سیاسی باید بکنیم، تلاش باید بکنیم. گروه‌های ملت، روشنفکران ملت، قشرهای گوناگون، دانشجویان، نویسندگان، مطبوعاتی های کشور، متخصصین و دانشمندان کشور، روحانیون کشور، همه گروه هایی که می توانند در دنیا صدایی بلند کنند و حرفی بزنند، این قضیه را باید به طور دائم مطرح بکنند. این مگر شوخی است؟ یک ملتی را در حلقه بلا قرار دادند. الان مدت‌های مدید است که این ملت زیر فشار دائم قرار دارد. همه کارهای زشتی که ممکن است نسبت به یک جمعیتی انجام بگیرد نسبت به اینها انجام. جانشان را میگیرن، مالشون را غارت میکنن، خانهشون را خراب میکنن، سرزمینشون را تصرف میکنن، ناموسشون را مورد تجاوز قرار میدهند. دیگه چیزی نیست، زشتی و بدی نیست که نسبت به اینها انجام نگیرد. در دنیا هم نشستن دارن تماشا میکنن و به نظر من دارن وقت میگذرونن. هر روز یک حرف، یک کلمه یکی میزنه. یک روز اروپایی‌ها یه حرفی میزنن، یه روز اون گردن کلفتای اون طرف یه چیزی میگن، یه روز سازمان ملل یه حرفی میزند و هم پوچ. افسوس که ما دستمون نمیرسه از اون ملت دفاع کنیم. افسوس که جوانان مسلمان در کشور قرآن و اسلام نمیتوانند خود را برسانند برای دفاع، به اونجا راه ها بسته است. و الا متجاوزین میدیدند که قدرت اسلامی و غیرت اسلامی یعنی چه.